السلام علیکم خیشان حتی شیفه های شمای من خورم اینجا خشونده نور دیده نور چشم به شیفه های همه شمای خوشبختترین جوانای در زمانه شمای خوشبختترین انسانای اتکی در دورهای مایم خیلی نبود کاش که در دورهای مایم خیلی نبود انمی آبادکاری ها انمی همه زیبایی ها برای شمای جوان ها به شیفه های شمای جوان ها مرم انمی زحمت ها انمی مهنت ها انمی چیزا رو ما باید سزاوار باشیم نفس خونیم پدر مادرها رو حرمت کنیم استاد و معلم ما رو حرمت کنیم آدم های خوب شدیم در آینده برای خلق و وطن خدمت کنیم به شیفه های شمای جوان ها مرم مردکارم هایم اون سیاه برای خوش شنه من این مردکارم خوش شنه من این مردکارم نگر آگرده دومه کنیم تا همه رفته در پیشتر نگر مدینه پیشگاه مردکارم مرم یا پسا برام مردکار از دیده های شمایی مردک مار اعصاب دونادی ستون خوندان هر یکی مای مردکار هم مار کج میرد خونش راست میگه دولت خوندان ما مردکار هم بهشی پاهای مردکار مرم خودم توی کردم توی میگم خوزن میکنم کلی کردم هم تو کلی با آدم هم تو چارم پیاده رو بشیدم هم تو جارو میزند حوله گره هم تو به تمنا هم تو عمو میگرد میفارتم گفتم صد بار شکری خدا پلام حلال بدیم کلی نفس کردم کلی گفتم بیرون نبرو یه همسایه سخی نیم اگه این تشتق حد بکند چشمم پایده کوچی برونده رو سیاه سخش کردم غش پیدا کرد چایمه که در پیاله میزند پیاله در چایمه میزند جارو برونده در بالای شیفرال کرد چند روشای من به یقت میزند گفتم کلی نبودم برین نمرا همسایه سخی نیم اون سیاه گفتم سخش کردم غش پیدا کرد الان که همه بچه هم یار همه زنش و بچه های این وقت یار زناتو یار زناتو نشده پدر مادر ها به حرمت کنه یار زنش ده میگو که اوچه همه کاره خونه تو گرفتی زن من نمیگم یه کار کنه گفتم همه کارش میگوید انا برای بیرنا برسال کار کنه پخت پیزه همش خلط گرفتی به دخترت زن من نمیگم یه چی پخت پد کنه گفتم نباشد خمیری هایم خیلی خمیر کنم تا رفتم دوچکه آب آوردم که دستای خمیر آیدش 6 ساله گفتم ها کردیم چا کردیم خمیر کردم یاد ببینده من آچی جانم هم خیلی یادم دادیم آچی جانم یادم دادیم من خیلی چیز خمیر میکنم حال میبینم آچی جان تو چه خیاتی داده ساعت 6 سهر و 6 دیگی شد بوی نونم میزند خونه میدرم کلسون خمیر هیچ گره در روی پلده مونده این خونه که گفته نگم میکنم خمتونش در پشت پیشته ایستاده حق مرگ جد دیدم آقای خمتونش در اون مثل خمتونش نگرده حالی یه هفته میستادی نمیرسد خیلی ما ادنا و خودم خمیر کردم پیش گوی شمای مرم گوشمش انکن نمونه راست کنم بره در تنور بند همه ایناش آچی جانم یادم دادیم من خودم نقشم بکنم در روی نوم خودش نویسته در روی نوم شوش نویسته نوم منه در روی خمترش نویسته
عاشقی چند گفتم و این در بازار قیمت در هوش در کجا ای تو اقا به هوش ای دختر همه عیبای بچتون نیم همه عیبای بچتون نیم بچه من چی گناه کرده چکو کرده بچه من تو خمیر کرده بچتون در وقت خمیر کنی آدم یار بازنه ای کنه وقت سرد خدا اردون از گفتم جغجغه بچتون در وقت خمیر کنی آدم جغجغه وقت از شرات و خدا اردون از جغجغه گفتم تنور 6 نومه برد 8 نون برده تنور بست برو این تنور سفید میشه در گفت دو بر هیزون دیگر آورد در تنور علاوه مون نونا در تنور بستگی یک گلیمت در بالای تنور پرتافتگی باید میمن چکار کرد گلیم در گرفت به جای فقیر آب حق در سر خراد و فقیر سلرکه گرفت چاشی اشباق خون در گرفت شوش خیالش که به پخماقای زنش توخت یعنی کلان گرفت داوید اومد زد دو تنور به زمین هوار کرد انا پیش پایش مهم ما اقهر ما پیش کنم گفتم قدر بینجام کنسر داره در پس فرهنگ خیلی رو میتابه کشکنم حتی همه آدما دید همه گرد گویم درد دلم گویم سبب شندیم گفتم پیشی پاهای همیش مهم مرام بار دیگه همه تو خشم دیگه کنسر دیگه قدردین در دیده ها تو مرام یا قصد بر